أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آیت 13 سوره البقره. الله تعالی در ادامه صفاتی از منافقین می‌فرماید و اذا قیل لهم، وقتی که گفته شود برای از این منافقین آمنو ایمان بیارین کما آمن الناس، و قسمی که الناس مردم ایمان آوردن. الناس مراد اینجا صحابه کرام، یعنی قسمی که صحابه ایمان آوردن شما قسم ایمان بیارید، ایمان خود مانند ایمان صحابه بگردانید. در جواب گفتن انؤمنو کما آمن السفهاء، آیا ما ایمان بیاریم مانندی که انسانهای احمق ایمان آوردن. السفهاء جمع سفی، سفی احمق و جاهل میگه، یا انسانهایی که مصالح و مفاسد خود نمیدانند. اینها صحابه را اتهام کردن که اینها جاهل و نادان هستند، اینها نمیدانند مصالح خود، نمیدانند مفاسد خود، نمیدانند. پس ما هستیم که روشن فکرا و آدمایی که حقیقت را میدانیم، هم این طرف فریب میدهیم، هم جانب مقابل فریب میدهیم، همه از اینها را در میان از اینها میسازیم. الله تعالی در جواب برشان فرمود الا انهم هم السفهاء، آگاه باشید یقینا اشخاصی که صحابه را گفتن که سفیه و جاهل هستند، اینها خودشان سفیه و احمق و جاهل هستند، نمیدانند آینده خدا. ولكن لا يعلمون، لیکن امی جهالت خدا و امی گناه خدا نمیدانند و از این پی نمیبرند که ما به یک راه جهالت و به یک راه غلط و اشتباه روان هستیم. و انسانی که جرم بکند و جرم خدا اعتراف کند و این یک مرتبه است، برش فضل است. اما انسانی که جرم انجام بدهد و جرم خدا نداند که جرم است و همچنان به این فکر باشه که راه ما و جرم ما راه درست و صواب است، باز در حالتی بسیار خطرناک قرار دارد. از این آیت چند چیز باید بدانیم. یکی، خطر منافقین بالای دین و بالای مصدر دین. اینجا الله تعالی اشاره میکنه که منافقین ناقلین دین سفیه و احمق گفتن، سفیه و احمق و جاهل و نادان گفتن. به این معنا وقتی که ناقل دین، کسی که در سند اولی دین قرار داره، اونها جاهل بوده باشند، این دینی را که به ما نقل داده انسانهای جاهل، اونها این دین چی ارزشی داره، چی اعتباری داره. شخص جاهل نادانی اگر به شخصی قصه ای کند یا یک چیزی را خبر بده، هیچ کس اعتنایی نمیکنه، هیچ اعتبار به قصه از او نمیده. پس خطر جدی منافقین بالای دین است که سند دین انتقاد کردن و سند دین از بین بردن و مرحله بعدی دین خود به خود از بین میره. چیزی دوم در این آیت باید او را بدانیم ایسه که منزلت و شأن صحابه کرام. الله تعالی اشاره میکند که صحابه در یک مرتبه بسیار بزرگی قرار داشتن، ایمان بسیار بالایی داشتن، درجه ایمانشان قوی بود، بالا بود. به او خاطر این صحابه نمونه و قدوه قرار گرفتن. در آیتی دیگری در سوره بقره می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کسانی که در اسلام میخواهند داخل شوند، اونها اگر ایمان خود مانندی ایمان صحابه قرار بدهند، حقیقتا راه هدایت و کامیابی و رستگاری را یافتند و اینها راهیاب و کامیاب هستند. و در آیاتی زیادی الله تعالی راه صحابه را راه حق میداند و روش صحابه را روش درست میداند و مسلمان ها را امر میکند که باید تابعداری راه صحابه را کنند. از جمله در سوره الانفال الله تعالی از راه صحابه خبر میدهد، میفرماید والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. آنانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد در راه الله تعالی کردند و همچنان آنانی که اینها را پناه دادند، مهاجرین، و
کمکشان کردند. یعنی مهاجرین و انصار همه از اینها صحابه، اولئک هم المؤمنون حقا، همی جماعه مؤمنین بر حق هستند. و همچنان در سوره توبه الله تعالی می فرماید والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. یعنی مسلمان ها مأمور هستند که برای صحابه اقتدا کنند، صحابه را قدوه به خود قرار بدهند. وقتی که قدوه به خود قرار دادن و برای روش درستی از اونها اقتدا کردن و رفتن، الله تعالی از این تو انسانها راضی می باشن. اینجا الله تعالی رضایت خود از او انسانهایی اعلان میکنه که به نقش و قدم صحابه رفتن و همچنان تزکیهشان میکنه که اینها هم از الله تعالی راضی هستند و بشارتی بزرگی، بشارت جنت برشان میدهد. و همچنان در سوره محمد اوصاف صحابه را الله تعالی چنین بیان میکنه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صحابه نهایت شدید بودن علیه کفار، بو خاطر کافران و منافقان صحابه را زیاد بد میبینن که اینها ایمان بسیار راسخ داشتند، لیکن در میان خودشان بسیار نرم دل بودند، بسیار ترحم داشتند و همچنان نهایت عبادت گزار بودند. این گفته میشه ایمان صحابه. اثری از سجود، اثری عبادت در چهره های از اینها دیده میشد. و الله تعالی در ادامه آیت برشان وعده مغفرت و همچنین اجر بزرگ برشان وعده کرده. و همچنین در سوره الحدید الله تعالی همه صحابه را به بهشت بشارت میدهد و کلا وعد الله الحسنى. همه صحابه را که قبلا اوصافشان ذکر شده، آنهایی که انفاق کردن قبل از فتح یا بعد از فتح، همه از اینها را الله تعالی میفرماید و کلا وعد الله الحسنى، همه ایشان را الله تعالی به جنت وعده داده، وعده بهشت برشان داده. پس صحابه معیار هستند. راه و روش صحابه بر یک مسلمان حجت است و ایمانش یک مسلمان باید مطابق ایمان صحابه برابر کنه تا این که الله تعالی از چنین انسان رضایت خود اعلان کنه و همچنان الله تعالی روز قیامت همراه صحابه کرام ایره حشر کنه. و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. راه صحابه راه نبیین است، راه صالحین است، راه شهدا است، راه انسانهای نیکوکار است. پس ما صحابه را باید قدرش بدانیم، منزلتش بدانیم و همچنان ایمان خود باید مانندی ایمان صحابه بسازیم. صحابه در وصفشان ذکر شده که اینها در شب عبادت گزار بودند، عباد اللیل بودند که در شب عبادت خدا را انجام میدادند و اما در روز فرسان میدان بودند. در هر میدان خیر اینها قهرمان بودند، اینها در صف اول قرار داشتند، در میدان جهاد، در میدان عبادت و در میدان کسب و کمایی، همه چیز صحابه برای ما قدوه هستند. پس ایمانی است که الله ما را امر میکنه که اگر ایمان میارید مانند این اشخاص ایمان بیارید. این دلالت به فضل و مرتبه صحابه میکنه. و همچنان در آیت این چیز اشاره میکنه که نقد بالای صحابه، نقد بالای صحابه یکی از صفاتی منافقین است و هر کسی که بالای صحابه انتقاد داره او در حقیقت شاگردان همین منافقینی که اولین انتقاد خود بالای صحابه کردن، شاگردانی از اینها هستند. البته شاگردان ناخلفی از اینها در این زمان از استادا خیلی بلند رفتن، درجهشان چند مرتبه در بغض صحابه، در دشمنی با صحابه و همچنان در عیب با صحابه و تهمت بالای صحابه از اونها بالا رفتن. صحابه را مرتد حکم کردن، صحابه را متهم به زنا کردن، صحابه را لعنشان دین دانستن و همیش بالای صحابه لعن و نفرین میفرستن
پس اینها شاگردان ناخلفی هستند که از او استادای خود چند درجه بالا رفتن. چیزی دیگری را که در این آیت باید ما بدانیم دفاع از صحابه. اینجا الله تعالی در این کلمه الا انهم هم السفهاء، وقتی که این منافقین بالای صحابه انتقاد کردن و اینها را احمق حکم کردن، الله تعالی فوراً جواب داد که نه، اینها احمق نیستن، اینها به درجه کمال رسیدن که در ایمان قدوه قرار گرفتن که دیگرها باید مانندی از اینها ایمان بیارن، اما احمق حقیقتا شما هستید، حقیقتا شما احمق هستید. و این دفاع بزرگی الله تعالی از صحابه کرام می باشه. پس از این را دانسته میشه که هر مسلمان مکلف است که از صحابه باید دفاع کنه، چون از صحابه دفاع نکرد به این معنا که اصلا به دین اعتنایی نداره، از دین دفاع نمیکنه. و لازم است هر مسلمانی به قدر توان خود، چه به زبان باشه، چه به کتابت و نوشتن باشه و چه اقدام عملی اگر داره، خدا توان برش داده، باید از صحابه دفاع کند. و حب صحابه دین است و دفاع از صحابه دین است و دفاع از صحابه در حقیقت دفاع از دین است، دفاع از کتاب و سنت است، دفاع از ناموس رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد، دفاع از الله تعالی می باشد. چون ابو زرعی رازی رحمت الله علیه یکی از علمای بزرگ چنین می فرماید: اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعلم انه زنديق. شخصی را اگر دیدی عیب میگیره اصحاب رسول الله را، یقین بدان که این شخص زندیق است. این زندیق است. چرا زندیق است؟ میگه و ذلك ان الرسول عندنا حق والقرآن حق، بخاطری که رسول الله نزد ما حق است و همچنان قرآن حق است. خود درست حق است، چی رابطه بین رسول الله و قرآن و صحابه است؟ توضیح میدهد، بیان میکنه که و انما ادى الینا هذا القرآن والسنه اصحاب رسول الله و انما یجرح شهودنا لیبطل الكتاب والسنه. رابطه چنین است که امی قرآن و سنت برای ما که رسیده از طریق اینا به ما رسیده، اینا شهودی ما هستند، اینا سند دینی ما هستند. وقتی که آنهایی که اینها را انتقاد میکنن به این معناست که اینها کتاب و سنت میخواهند که باطل کنن، از بین ببرن. پس کسانی که صحابه را انتقاص میگیرن بالایشان، یا نقد میکنن، یا فحش میگوین، یا مرتد حکم میکنن، اینها را میگه که زنادقه هذه الامه، اینها زندیق امت هستن. چقدر حرف بسیار زیاد سختی بالایشان استعمال کرده. این سلف و علمای متقدمین در حب صحابه کتابها نوشته کردن، فضائل صحابه و همچنان مناقب صحابه و در دفاع از صحابه بالای کسانی که بالای صحابه هجوم کردن، خوبترین و بهترین اقوال زرین علما داشتن که علیه مبغضین صحابه، علیه دشمنان صحابه استعمال کردن. پس ما هم بروش سلف و بروش علمای بزرگ، هر آن مردمی که و هر آن طایفه‌ای که صحابه را نقد میکند، صحابه را بالایشان هجوم میکنه، باید ما هم به قدر توان چنین حق را باید انجام بدهیم و این حق است، اینا بالای ما حق داره. و همچنان همیش باید از دعای خود صحابه کرام فراموش نکنیم. قسمی که در سوره الحشر میآید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. صحابه منت بسیار بزرگی بالای ما دارند. اینها اگر نمی بودن این دین به ما نمی رسید، این هدایت به ما نمی رسید و این راه درست و طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما نمی رسید. پس منتی بزرگی بالای همه امت اسلامی دارن، از ما دیگر چیزی نمیاد، فقط یک دعای خیری در حقشان. اینمی دعایی که در آیت ذکر است، ربنا اغفر لنا، یا الله ما را بخشش کو، و الاخواننا الذين سبقونا، و برادرهایی که قبل از ما گذاشتن، در رأس از اونها صحابه کرام هستند.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در قلب ما حقد و کینه و حسد نگردان برای کسایی که اونها قبل از ما سبقت کردن و ایمان آوردن. و این واجبی است که باید در حق صحابه کرام ما انجام بدهیم. بارک الله فیکم.